سلام پر از مهر ما رو بپذیرید بیننده بینیت عزیزی رادیو آزادی. امیدوارم که بازم امروز در این صبح بر وقت ما رو شما در پخش مستقیم همراهی خواهید کرد تا بدونید که در دنیا چی میگذرد. شاله گل خوجه هستم در خدمت شما، چون همیشه امروز چهارشنبه هست و همراه با شما از اون نخست نگاهی میاندازیم به وضع باد و هوا در کشورهایی که برای ما و شما مهم است. شروع میکنیم از هوای دوشنبه که امروز هم ابری و خنک باقی میماند. گرمی هوا روزانه 10 و بگویی همگی 7 درجه را تشکیل خواهد داد. ضمناً دیروز هم خبر داده بودیم هوای بارانی در بعضی مناطق تاجیکستان به برف تبدیل یافت و روز گذشته تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی ریزش برف را از ناحیه‌های گوناگون کشور نشر کردند. ما نیز انتظار گزارش همکارانمان در این باره هستیم. از این خاطر در برنامه خبری امروز ما را حتما همراهی کنید. هوای ما در پراگ امروز کم ابر و گرم می شود. آب و هواشناسان پیشگویی می‌کنند که در دوام روز حرارت هوا به 20 درجه گرمی می‌رسد. در پایتخت روسیه شهر مسکو هوای بی ابر و آفتابی در نظر است. انتظار می‌رود که گرمی هوا 17 درجه را تشکیل کند و فکر میکنم این خبر خوب است برای مهاجران کاری که در این کشور هستند و کارشان به نهایت زیاد است. خب، خبرهای ما هم شروع می شود از موضوعی که با مهاجران ربط دارد. مقامات تاجیکستان قصد دارند برای جلب کمک و سرمایه تاجیکان برون مرزی بخصوص مهاجران در روسیه صندوق یا فوند مخصوص تشکیل کنند. این خبر در نشست روز 16 اکتبر در دوشنبه با حضور مقامات و نمایندگان جمعیت‌های تاجیکان برون مرزی اعلان شد. مقامات میگویند بین دولت و جمعیت‌های تاجیکان برون مرزی در موضوع سهم آنها در رشد تاجیکستان اعتماد تشکل نیافته است. سید اسرار سعیدov سردار ریاست موجهت اهالی وزارت مهنت گفت سهم دیاسپوراها در سرمایه‌گذاری منطقه‌های آزاد اقتصادی نوچیز است. تا حال حدود 86 جمعیت تاجیکان در 4 کشور روسیه، اوکراین، قرقیزستان و قزاقستان ثبت شدند که سرمایه‌داران بزرگ اعضای آن هستند. 81 جمعیت تاجیکان در روسیه است، چون که بیشتر سرمایه‌داران در ولایت‌های آن کشور فعالیت می‌برند. سید اسرار سعیدov میگوید در صورت رابطه زیست نداشتن مقامات و دیاسپوراها نه تنها سهم آنها در اقتصاد کشور گم خواهد شد، بلکه نسل‌های دوم و سوم مهاجران احساس بیگانگی خواهند کرد. نمایندگان جمعیت تاجیکان در جواب به گله حکومت میگویند اقتدار سرمایه‌گذاری آنها بسنده است، ولی انتظار پیشنهادهای جالب هستند. صاحبکاران تاجیک در روسیه انتظارند که مقامات به آنها برای سرمایه‌گذاری به اقتصاد تاجیکستان امتیازهای را اختصاص بدهند. کارشناسان امور مهاجرت در تاجیکستان نیز بر این نظرند که تا حال مقامات تاجیک ظرفیت مهاجران کاری تاجیک را به طور پوره استفاده نمی کند و تنها از طریق شعورپرتایی نمی شود نیروی ذهنی و اقتصادی مهاجران را استفاده کرد. باید بگویم که فعلا طبق اطلاع رسمی تو 1 میلیون اهالی تاجیکستان در جستجوی جای کار به روسیه می روند. پولهای فرستاده آنها برای برآورده ساختن نیازهای خانواده‌شان تا 40% تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. خبرگزاری روسیه از بازداشت 2 نفره خبر می‌دهند که در قصد کشتار یک شهروند تاجیکستان متهم می‌شوند. این 2 نفر یک فرمایشگر و دومی اجرا کننده طرح سوءقصد به جوان 24 ساله تاجیک بودند. شهروند تیرخورده تاجیکستان را 22 فوریه در یکی از کوچه‌های شهر سنت پترزبورگ پیدا کردند. او را در حالت وزن به بیمارستان انتقال دادند و او زنده مانده است. بعداً معلوم شده است که طرح کشتن این مهاجر تاجیک رو بنابر حس بدبینی و خصومت شخصی یک ساکن 35 ساله شهر سنت پترزبورگ کشیده است. برای این کار او یک نفر را کرایه می‌کند. فرمایشگر قاتل را با سلاح، ماشین و تلفن و سیم کارت تامین می‌سازد. اما وقتی مهاجر تاجیک بعد زخم برداشتن از 3 تیر زنده می‌ماند، فرمایشگر به قاتل حق کارش را نمی‌دهد و این باعث بحث این 2 نفر می‌شود و همین طور مفتشان جنایت مذکور را آشکار کردند. در پی این 2 ساکن شهر پترزبورگ بازداشت و به حبس گرفته شدند. تفتیش پرونده باشد ادامه دارد. یک سازمان معتبر حامی حقوق از دولت تاجیکستان خواسته است برای نوع‌های گوناگون بدرفتاری و زورآوری نسبت زنها در عائله‌ها جزا تعیین کنند. گزارش دیدبان حقوق بشر در این باره که قرارگاهش در نیویورک از روز 15 اکتبر نشر شد، در گزارش داستان‌های زنان تاجیک گردآوری شده است که از شوهران و خویشاوندانشان جبر و ستم دیدند، ولی هیچ کس در مقامات انتظامی به دادشان نرسیده است. گزارش را بر اساس صحبت با زنان دچار خشونت
خشونت شده نمایندگان سازمان‌های غیر حکومتی مقامات انتظامی آماده و ماه سپتامبر امسال تکمیل کردند. سازمان مذکور با تکیه به گفته مصاحبانش در نهادهای حکومتی وکیلان مدافع و نمایندگان مرکزهای کمک به زنان در تاجیکستان نوشته است زنان در هر سومین خانواده خشونت می‌بینند. خود زنان و وکیلان مدافع گفتند مقامات انتظامی تاجیکستان اکثر وقت از تحقیق موردهای زورآوری خودداری می‌کنند. حتی اگر گناهکار قصد کشتن زن را داشته است او را بی‌رحمانه لطوکوب کرد و پیوسته تجاوز نموده است. حامیان حقوق در تاجیکستان میگویند گزارش دیدبان حقوق بشر واقعیت دارد و مسئله زورآوری در همچنان باقی میماند. مثلا فقط به یک سازمان غیر حکومتی در شهر استرافشان در کمتر از 2 سال گذشته بیش از 1,500 نفر شکایت کردند و صدها نفر آنها برای آن مراجعت کردند که شوهر یا خوشدامن آنها را عذاب میدهد. دیدبان حقوق بشر گفته است قانون درباره پیشگیری از زورآوری در خانواده که سال 2013 قبول شد برای گناهکاران فقط جریمه پیش بینی کرده است که جزای سبک است و برای آن باید جزای سخت تعیین کرد. بر اساس این قانون زورآوری جنایت محسوب نمی شود و جزا برای آن مأموری است. دیگر اینکه قانون آنهایی را که فقط با نکاح مسلمانی ازدواج کردند و یا از شوهر جدا شدند حمایت نمی کند. مقامات تاجیکستان میگویند که زورآوری در خانواده را جدی میگیرند و برنامه‌های زیادی برای محویان قبول کردند. یکی از آنها به گفته باز مقامات برنامه دولتی اوید به پیشگیری زورآوری در عائله در سالهای 2014-2023 است که اجرایش ادامه دارد و برای بالا بردن آگاهی مردم درباره زورآوری در خانواده در تاجیکستان بیش از 100 مرکز مشورتی و حقوقی تأسیس دادند و تنها در سال 2016 به آنها بیش از 20,000 زن و برابر به یک اهالی یک نوعی مراجعت کردند. دهها مرد را باشد برای لطوکوب و یا بیرحمی نسبت به زن به جوابگاری جنایتی کشیدند. رو میورم به خبرهای جهانی. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از مقامش استعفا داد و این خبر را شام 16 اکتبر طریق تلویزیون دولتی ارمنستان اعلام کرد. استعفای نیکول پاشینیان پارلمان را پراکنده و راه را برای برگزاری انتخابات پیش از مهلت هموار میکند. پس از پیروزی حزب پاشینیان در انتخابات ماه گذشته یریون نخست وزیر به برگزاری انتخابات زودرس دعوت کرد. خود پاشینیان ماه می امسال در پی هفته‌ها اعتراض طرفدارانش سر قدرت آمد و سرژ سارکیسیان از حزب جمهوری‌خواه را وادار کرد که استعفا دهد. در یک اظهاراتش پاشینیان گفت که ارمنستان به یک مرحله نوی تاریخی وارد می شود و باید با این انقلاب مخملین بدون خشونت را به اتمام رساند. بر اساس قانون‌های ارمنستان اگر نخست وزیر استعفا داده پارلمان جایگزین او را انتخاب نکند در دوام 2 هفته بعد از این برگزاری انتخابات امکان پذیر می شود. سلاح انقلاب اسلامی ایران ادعا دارد که سرپرستی حمله به پرد نظامی در شهر جنوب غربی اهواز را که حیات 24 نفر را از بین برده بود به قتل رساند. سپاه در اظهاراتی که 16 اکتبر به تب رسید تاکید کرده است که نیروهای متفقش در عراق شخصی را به قتل رساندند که لقبش ابوزها بوده. سرپرستی حمله تروریستی در شهر اهواز ایران به شمار می رود. به قول تلویزیون دولتی ایران ابوزها عضو گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی بوده است. ابوزها و 4 نفر از همراهانش اثنای عملیات در ولایت دیالوی عراق که در شمال و شرق بغداد قرار دارد کشته شدند. برمیگردم بازم به تاجیکستان که خبرها کم نیستند. دادگاه نویه فرخور عمر قربانعلی سرچوپان یک خوجگی زودپروری را برای از خود کردن 100 سر گوسفند به 2 سال زندان محکوم ولی بعد پرداخت جبران آزاد کرده است. در دادگاه نویه فرخور روز 16 اکتبر به رادیوی آزادی گفتند که حکم سرچوپان سابق کاپراتیو زودپروری ایسار 2 هفته پیش صادر شد. به گفته مصاحبه رادیوی آزادی در دادگاه از بس که سرچوپان زیان اقتصادی رسانده‌اش به خوجگی را برقرار نکرده است برای همین از آزادی محروم شد. عمر قربانعلی همچنین 18,000 سومانی جریمه پرداخته است. خود او روز 16 اکتبر بازم به صحبت با همکاران ما گفت که 16 روز در زندان بود. او میگوید بعد یک سنجش در ماه می امسال به ضد او پرونده باز کردند ولی او نمیدانست که روز به زندان می رود. و میگوید که ضمن بررسی پرونده قانون شکنی صورت گرفته است و نسبت به او بی‌عدالتی کردند. پیش از باز کردن پرونده به کاپراتیو 30 گوسفند سپردیم و گوشت چند گوسفند دیگر رو به کاپراتیو همین گونه سپردیم و مقامات تفتیشاتی وعده دادند که به این نوبت میگیرند ولی هیچ چیز به این نوبت گرفته نشده است. شکایت کرد چوپان. این زمان به قبل سرچوپان سابق
صادق او در مدت 2 سال اخیر در کооپراتیو زودپروری سور که در نویه فرخور جایگیر است بیمه آشکار کرد و به جای دادن مزد کار برعکس جزا گرفته است. خب به بار اول نیست که سرچوپان ها در ختلان برای از خود کردن مالکیت خوجگی جزا میگیرند. از این پیشتر دادگاه نویه مومن آباد ماه اوگوست سید خان دولتوف را که در کооپراتیو تجارتی تیبلای نویه مومن آباد فعالیت میکرد به 5 سال زندان محکوم کرد. به گفته دادگاه او در زمان فعالیت در کооپراتیو 208 گوسفند و بوز خوجگی را کشته به منفعتش استفاده برده است. به قول دادگاه زیانی که به خوجگی رسانیده است از 83400 سومانی زیاد بوده است. از بس که اون نتوانسته است زیان اقتصادی را جبران کند او را به 5 سال زندان محکوم کردند. در تاجیکستان فهرستی نوی بیماری‌های را تصدیق نمودند که گرفتارانش حق ندارند در دانشکده و دانشگاه و آموزشگاه‌های طبی تحصیل کنند و یا طبیب شوند. فهرستی مذکور را رئیس جمهور امالی رحمان روز 25 سپتامبر با امضای یک قرار تصدیق کرد و بر اساس آن گرفتاران 50 نوع بیماری حق در مؤسسه‌های تعلیمی طبی تحصیل کردن را ندارند. به گفته مقامات هدف از تصدیق فهرست پیشگیری پیدایش و پنه‌شوی بیماری‌های سیرایتی و عملی کردن چاره‌بینی‌ها برای صحت مردم تاجیکستان است. به این فهرست اکثرا بیماری‌های روحی شاملند، چون به گفته طبیبان گرفتاران چنین بیماری‌ها می‌توانند هم به خود و هم به اطرافیانشان ضرر رسانند. شیزوفرنی شدید، بیماری های سیستم مرکزی و اطرافی عصب، معتادی و بیماران سر از جمله بیماری های هستند که گرفتاران آن از حق تحصیل در دانشگاه و دانشکده های طبی محروم شدند. گرفتاران چندین نوع بیماری سرطان و هم افراد محروم از دست و پا، یک چشمی و نابینایی هم به فهرست آنهای شامل شدند که حق تحصیل را ندارند. یکی از مسئولان دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان که البته نخست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت در واقع سند مذکور به آنها رسیده است و یکی از بیماری های به این فهرست شامل شده است دالتانیسم است که گرفتاران آن قدرت تشخیص رنگ را ندارند و اساساً سیاه و سفید را دیگر خیل میبینند. بر اساس این فهرست شخصانی که به بیماری های دوامناک سیرایتی گرفتارند و حاملان برانگیزنده بیماری های سیرایتی اند مثل تمام دیگر شهروندان تاجیکستان حق تحصیل در دانشگاه و آموزشگاه های طبی را دارند، اما به یک شرط. مثلا بیماری های سیل و دیگر بیماری های سیرایتی است که در زمان اوج بیماری حق ندارند تحصیل کنند ولی بعد معالجه چنین حق را پیدا میکنند. آنچه که در این فهرست میتواند مایه نگرانی و حیرت سازمان ها و طبیبان شود وارد کردن بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت انسان است. یکی از استادان دانشگاه طبی در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر در دانشگاه یگان نفر گرفتار این بیماری باشد از دانشگاه خارج می شود. ویروسی نارسایی مسئولیت بدن و یا ویچسپی در این فهرست در آخر و 50مین نوع بیماری است که گرفتارانش حق طبیب و پرستار شدن را ندارند. 2 طبیب و کارمندان سازمان های جمعیتی که در مسئله مبارزه با بیماری ویروسی نورسایی مسئولیت بدن کار میکنند به رادیو آزادی گفتند که وارد کردن این بیماری به فهرست مخالف قانونهای کشور است و بیشک سبب انتقاد دولت تاجیکستان می شود. خب بینندگان عزیز، در این قسمتی پخش مستقیم رو میارم به بعضی از سوال های شما که در جریان روز گذشته برای ما داده بوده. چندی از شما درباره محدودیت برق در بعضی از مناطق تاجیکستان باز هم شکایت کردید و باید بگم که مقامات شرکت برق تاجیک وجود لیمیت برق را قطعاً رد میکنند. به قول مقامات این شرکت تامین کننده برق فعلا در دستگاه‌های عظیم تولید برق کارهای پروفیلاکتیکی می‌گذارد و به این خاطر ضرور است که در بعضی منطقه‌ها قوه برق خاموش کرده شود. از جمله ناظر جان یادگوری سخنگوی برق تاجیک میگوید کارهای پروفیلاکتیکی روزهای نزدیک به انجام میرسد. خب ما هم منتظر میشویم و با اصلاح گوش به قمار خواهیم بود و شما نیز برای ما بگویید که آیا واقعا محدودیت برداشته شده است یا نه و اگر خواستید که در رابطه با این موضوع تفصیلات بیشتر بگیرید ما دیروز ضمناً در این باره گزارش داشتیم که شما میتونید با آزادی ویدیو یوتیوب بروید که کانال مخصوصی ما است و این گزارش رو با تفصیل تماشا کنید. و یک چیز دیگر که شما بازم خیلی زیاد درباره قرب اسعار خارجی از ما سوال میکنید، باید بگم که فعلا در بانک‌های تاجیکستان $100 با 942 سومانی خریداری شده، با 943 سومانی فروخته می شود. 1000 روبل روسی باشد فعلا با 142 سومانی و 50 درهم عوض می شود. خب بینندگان عزیز،
تقریبا در 15 دقیقه من در خدمت شما بودم و بازم بعد از 3 ساعت دیگر برمیگردم با خبرهای تازه در پخش مستقیم. ما را حتما همراهی کنید و سپاس که تا این لحظه با ما بودید.